و صبح بخیر میگیم به همه اونهایی که در عرصه سینما دارن تلاش میکنن. امروز 21 شهریور ماه و روز سینماست و چه افتخار بزرگی است که ما امروز بتونیم در مورد آدم‌هایی حرف بزنیم که هم دلسوز استان سیستان و بلوچستان هستند و هم این که برای این که بتونن چهره قشنگتر و چهره واقعی استانمون رو نشون بدن به واسطه یک فیلم سینمایی، واقعاً باعث افتخاره. خدمت شما عزیزان عرض کنم که عزیزان زیادی داریم که هم استانی خودمون هستند، بومی استان خودمون هستند، ولی واقعاً دلسوزانه در این مسیر پا گذاشتن. به هر حال خیلی ها اومدن ورود پیدا کردن، ولی اونطور که باید چهره استان ما نشون داده نشد و وقتی درست نشون داده نشه، قدرت سینما رو ببینید، باعث میشه که اتفاقها و تجربیات خوبی رو ما در استان نداشته باشیم. مثلا اگر یک چهره متفاوت نسبت به استان دیده بشه، این باعث میشه که گردشگر دیگه کمتر به استان ما بیاد. بعد چه اتفاقی میفته؟ چرخه اقتصادی و چرخه فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه توی استان دیگه کند حرکت میکنه. ولی نقطه مقابلش هم هست. خیلی ها هستن که گفتم با دلسوزی، درایت و سواد بالا تونستن چهره واقعی استان سیستان و بلوچستان رو عالی نشون بدن، تبادل فرهنگی داشته باشیم با استانهای دیگه. یکی از این عزیزان که از سن 17 سالگی در عرصه سینما ورود پیدا کردند، جوان هستند، خوشفکر هستند و خیلی کارهای سینمایی قوی رو برای نشون دادن چهره واقعی سیستان و بلوچستان عرضه کردند و خوش درخشیدن، مقامهای زیادی رو کسب کردند. یکی از این کارهاشون سینمایی لیپار بوده، هوک بوده، ناکو بوده و خیلی از کارهای دیگه. ایشون کسی نیست جز جناب آقای حسین ریگی، یک چهره ناماشنا برای همه اونهایی که در این عرصه دارن تلاش میکنن و به عنوان یک الگوی موفق دارن بهشون نگاه میکنن. ایشون در حال حاضر زاهدان نیستن، چابهار هستن، محل کارشون تهرانه، از همونجا دل میسوزونن برای استان سیستان و بلوچستان. گفتیم روز سینماست و یک اتفاق خوش رو رقم بزنیم و یک تماس تلفنی با ایشون داشته باشیم، هم خدا قوت بگیم، هم اینکه به هر حال میگم دیگه باعث افتخارمون در استان سیستان و بلوچستان هستند. جناب آقای حسین ریگی، صدای من رو اگر دارید سلام عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه، صبح دریاییتون بخیر باشه. سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شایان عزیز و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی ممنونم. خوب هستین آقای ریگی؟ واقعا خدا قوت، خسته نباشید. متشکرم، مرسی، سپاسگزارم، ممنون، متشکرم. سلامت باشید. شما هم خسته نباشید، همکارای محترمتون هم خسته نباشید. متشکرم، خیلی ممنون. هوای چابهار چطوره الان در حال حاضر؟ چابهار که همیشه هواش خوبه دیگه. همیشه هواش خوبه. بله، ولی خب الان هوا داره رو به بهتر شدن میره و خنک شدن میشه. خیلی هم عالی. روز سینما رو خدمت شما با همه وجود از شبکه استانی هامون تبریک میگیم. انشالله که تا الان که همینطور که موفق بودید و پرتلاش بودید در این عرصه، از اینجا به بعدش هم همینقدر عالی و مستدام باشید. آقا در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟ من هم از همینجا روز سینما به همه همکارای خودم چه در استان سیستان و بلوچستان چه در ایران تبریک میگم. اتفاقات خوبی براشون همیشه رقم بخوره و بتونیم اون وظیفه‌ای که نسبت به استانمون و کشورمون داریم و حداقل در پرده نقره‌ای به درستی نشون بدیم. عرضم به حضور شما که امسال خب من فعلا کار سینمایی توی دست ندارم، روی 2 تا فیلمنامه دارم کار میکنم و یه سریال برای شبکه خانگی و یک سریال هم با تلویزیون صحبت کردیم، با تیم فیلم که انشالله بتونیم که اتفاقای خوبی رو رخ بده در آینده. ولی خب منتظریم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی خودم دغدغه‌م اینه که امسال به جای فیلم سازی بیام یک جشنواره فیلم خوبی رو توی استان برگزار کنیم انشالله در سطح ملی و بین‌المللی. خیلی هم عالی. پس زمان و وقتتون رو دیگه از اینجا به بعد میذارید برای جشنواره ها؟ حداقل امسال رو این کارو بکنم، همین که بعد از 3 سال فیلم ساختن هم به قولی استراحتی داشته باشیم، همین که بتونیم یه فضای دیگه هم در استان باز بکنیم که یک
هم رخ بده اینا. انشالله. یه سوالم داشتم، چه تفاوتی است فیلمسازی، مستندسازی، فیلم کوتاه به هر حال از این موارد برای کسی که بومی یک منطقه و یک استان باشه با کسی که به هر حال خارج از استان باشه؟ قطعا تفاوت هست. نگاه و نظر شما تو این زمینه چیه جناب آقای ریگی؟ خب بحث فیلمسازی، حالا من یه فرمتی رو بگم. ما تو فیلمسازی خب فرمت‌های مختلفی داریم. مثل مستند داریم، داستانی کوتاه داریم، داستانی بلند تلویزیونی داریم و سینمایی داریم که هر کدومشون توی اون قالب خودش میگنجه و هر کدوم مخاطب خاص خودش داره اینا. ما خوشبختانه در زمینه مستند بسیار دوستان و فیلمسازای خیلی خوبی داریم که توی استان کار کردن، ولی تو زمینه فیلم داستانی خب ما یه مقدار ضعیف عمل کردیم. اون هم به دلیل واقعا هزینه‌های بالای تولید فیلم داستانی هست، چه در قالب فیلم کوتاه چه قالب سینمایی. هم فاصله دور، یعنی من ترکیبی از جواب سوال شما رو با اون اتفاقاتی که تو الان افتاده میخوام بگم که این فاصله دور بودن و نبود امکانات و تجهیزات تأثیر میذاره روی کار و هزینه بر بودن این به قولی قالب سینمایی فیلم داستانی هست، خب کار رو سخت میکنه برای بچه‌ها. بله. و مخصوصا بحث آموزش. خب وقتی که من سال تا 88 89 من زاهدان بودم. بله. خب تا اون موقع ما سعی میکنیم با کتاب و حالا مقالات اینترنتی حالا هم تجربه کسب کنیم هم مطالعه داشته باشیم. ولی از وقتی که اومدم تهران، خب من هر سال بالاخره یه ورکشاپی در تهران، مثلا هر سال 10 تا ورکشاپ تو لول های مختلف داره برگزار میشه. کلاس های مختلفی داره. ورکشاپ که میگم کارگاه های فیلمسازی. بله. و کلاس های مختلف، حضور، جشنواره‌های مختلف در تهران وجود داره. این باعث میشه هم تعامل خوبی با فیلمسازهای دیگه داشته باشیم، هم بتونیم کسب تجربه بکنیم. ولی خب تو استان ما این متاسفانه خب به خاطر هم فاصله دور و هم هزینه‌های رفت و آمد خب سخته برای این فیلمسازها. بسیار خیلی ممنونم جناب آقای ریگی. جسارت منو ببخشید زمان برنامه دیگه اجازه نمیده، ولی واقعا باعث افتخار بود که صدای گرم شما رو شنیدیم در برنامه سلام زندگی. خیلی ممنونم. آقا امری فرمایشی باشه. قربون شما. منم ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید. سلامت باشید. اتفاقای خوبی برای سینمای استان سیستان بلوچستان. خیلی ممنونم. روزتون دریایی باشه و خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز خیلی ممنون، سپاسگزارم. ارتباط تلفنی داشتیم با یکی از فیلمسازان موفقمون در استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای ریگی.